سناریوهای پیش روی یک تاجر وقتی که جنگ هست چیا میتونه باشه؟ تو این شرایط باید چند تا موضوع رو تو چند تا حوزه مختلف تصمیمات خیلی حساسی بگیره. شاید کلیات تصمیمش چیزی که من میگم باشه، ولی در جزئیاتش نمیتونم راهنمایی بکنم. ولی خب یک سری نکات کلی رو من پیشنهاد میکنم که همه تو این شرایطی که هستن، تجارت دارن انجام میدن، چه کوچک چه بزرگ، رعایتش بکنن تو چند تا حوزه. یکی سناریوی اختلال در زنجیره تامینه. اگر اختلالی پیش بیاد، شما باید به جای اینکه حالا قبلا شاید با یک تامین کننده یا دو تا تامین کننده داشتین کار می‌کردید، الان تعداد اینها رو افزایش بدید و یک تنوع ایجاد بکنید. طبیعتاً یکی اینکه شما از مواد اولیه که دارید صادر می‌کنید، برای اینکه بتونید مشتریانتون رو از دست ندید، یک ذخیره کوتاه مدتی داشته باشید. و البته در مورد مواد خام این بیشتر میشه گفت نقش داره تو تجارتتون، ولی خب حتما باید یک ذخیره کوچیکی داشته باشید. مسیرهایی که قبلا باهاش محصول رو به دست خریدار میرسوندین شاید فقط زمینی بوده، مثال میگم، الان مسیرهای جایگزینش رو هم بررسی بکنید. دریایی رو بررسی بکنید، شرایطش رو، هوایی رو بررسی بکنید، یا مسیری که داره میره رو بررسی بکنید. شاید تغییر، مثال میگم، شما اگه صادرات به عراق دارید، همیشه از مرز نمیدونم پرویزخان میفرستادید، بیاید از مرز سومال بفرستید، از چذابه بفرستید، با توجه به شرایط و تغییر. آره. و قراردادایی که دارید میبندید با تامین کننده یا خریدارانتون، هر دو طرفش یه جوری باشه که شرط فورس ماژور رو حتما در نظر بگیرید، چون هر اتفاقی ممکنه. من چیزی که خودم درگیرش بودم رو بگم، از ابتدای جنگ اتفاقی که در مرزها افتاد، یهویی تمام تریلیایی که داخل محوطه بارگیری بود رو برداشتن بردن تو ایران و تکلیفشون هم مشخص نشده. یک سریشون بیمه داشتن، یک سریشون نداشتن. هر اتفاق ممکنه بیفته شرایط جنگ. نکته بعدی سناریو نوسان نرخ ارز. نکته خیلی مهم. این چیزی بوده که البته ما همیشه داشتیم، ولی در شرایط جنگ میزان این نوسان خیلی بالاست. خودتونم فکر میکنم که دیدید. یعنی 82 تومن، 85 تومن، یا این 90 تومن، 90 خورده تومن. و خب ریسک بسیار بالایی برای یک تاجر، چون ما یک تاجر ایرانی که طبیعتاً تجارتی که داره میکنه این شکلی نیست که پولش رو بتونه به صورت رسمی وارد بکنه یا حواله بگیره یا هر چیز دیگری، یا معامله دلاری اصلا انجام بده. خیلی از شرایطش به قیمت ریال بستگی داره. به خاطر همین باید یک سری نکاتی رو رعایت بکنه که خب من اینجا نوشتم که حتما در قراردادهاشون قید بکنن که یک تلرانسی بذارن برای دلار. بله. یا قیمت گذاری محصولی که دارن انجام میدن رو سعی بکنن به یک نرخ واحدی، به یک ارز واحدی که ثبات بیشتری داره، هرچند که خریداران با این موضوع مخالفت میکنن همیشه. ولی خب شرایط وقتی اینجوریه شما باید فشار بیارید و مطرح بکنید که وقتی شرایط جنگی هست خب طبیعتا قراردادها باید دلاری باشه. یک مقداری از داراییشون رو همیشه به صورت رمز ارز، یه باس و باطلات نگه دارن که نوسانات کمتری داره. حتما این رو هم لحاظ بکنن تو موضوعاتی که هست. ببینید اینهایی که من دارم میگم کلیات موضوع هست. بله. ولی اینکه کی چقدر دلار رو در کدوم کشور نگه می‌داره خودش جزئیات موضوعی که خودش باید تصمیم بگیره. ولی حتما باید این کار رو بکنه. والا تو این شرایطی که ما هستیم خیلی آسیب می‌بینیم. یکی از موضوعاتی که هست بحث سناریوی تحریم یا مسدود شدن مبادلات بانکی. بله. آره. همه تاجرایی که میخوان یک تجارتشون ادامه دار باشه، قطع نشه، چون به هر علتی ممکنه تجارت قطع بشه الان، به هر علتی، حتی شما میتونید راههای ارتباطیتون قطع بشه. شما باید در یک کشور دیگری هم یک حساب ارزی داشته باشید که حداقل بتونید که از طریق اون پولاتون رو بگیرید یا پولاتون رو نگه دارید حتما. و بیشتر تجارتتون بره سمت تهاتر کردن، یعنی شاید پولاتون رو وارد نکنید. این هم باز بستگی به محصول شما، شرایط شما داره، ولی این هم یک سناریو هست که طبیعتاً باید لحاظش بکنید. تو این وضعیتی که الان داریم یک رکودی ایجاد خواهد شد، بیکاری زیاد میشه، ریسک زیاد میشه، ما کاهش مصرف خواهیم داشت، بالاخره میگم نقدینگی ها کم میشه، گرانی ایجاد میشه. چجوری بگم، محصولات مکمل در کنار محصولاتی که قبلا صادر میکردن رو هم در نظر بگیرن الان. مثال میگم،
اگر قبلا داشتن فقط کالای اساسی مثل شیرخوش رو داشتن صادر میکردن، اینا چون شامل حال خودم میشه دارم مثال میزنم، یک محصول لبنی ارزان قیمت هم در کنارش بذارن که بشه در این بازار فقط اون چرخش رو ایجاد کرد. چون ساکن نمونن، آره، کار یعنی بچرخه. آره، حتی اگر کمتر. یعنی استراتژی‌های بازاریابی و قیمت گذاری و همه چیز باید بر اساس قدرت خرید دیگه تنظیم بشه. تو این دوره‌ای که ما هستیم. حالا چند ماه هست رو نمیدونم. معلوم نیست دیگه. آره، ولی خب بهتره که اینها لحاظ بشه. یک سناریوی بسیار خطرناک ما داریم که سقوط ناگهانی فروش و درآمد. شما ممکنه که با مشتریانی که داشتید کاملا ارتباطتون قطع بشه. چرخه درآمدی شما قطع میشه. شما باید ببینید که آیا آنلاین میتونید بفروشید به جای سیستم های سنتی. چون ما تجارتمون و صادراتمون و وارداتمون کاملا شکل سنتی داره بیشتر در ایران. ما هنوز وارد اون چرخه نظام صادرات نوین جهانی نشدیم. داریم سنتی کار میکنیم. ببینیم آیا برای حفظ نقدینگی ما یک پلن بی داریم، میتونیم فروش آنلاین داشته باشیم. ما احتمالاً نیرو تعدیل بکنیم یا تعلیق بکنیم همکاریمون رو، هزینه‌های غیر ضروریمون رو واقعا باید کاهش بدیم و منابع مالی که ذخیره کردیم برای دوران بحرانی الان وقتشه که بتونیم ازش استفاده بکنیم. شاید ما اصطلاحی داریم روز مبادا، ممکنه که این دوره برای خیلی از تاجرایی که تو کشور هستن و من دارم میبینمشون، من شاید در طی 10-15 روز گذشته خبر ورشکستگی 10-20 نفر رو شنیدم. فردی که تا قبلش داشت تجارت میکرد، اتفاقه، بله. ارتباطش قطع میشه، هزینه‌های روزانش به شدت بالاست. شما فکر بکنید که تاجری که باری داره باید دریایی حمل بشه، یک اتفاق افتاده الان. هزینه بیمه و لوجستیک و کلی از مسائل رو جمع بکنید، روزانه 30-40 هزار دلار هزینه رو دوش این آدم گذاشته. خب عدد سنگینیه، بله. عدد بسیار زیاده. این یک ماه متوقف بشه میشه 300-400 هزار دلار. خب خیلی عدد بزرگیه. خیلیا محصولشون توأم با افزایش هزینه لوجستیک هم از دست میره و میشه اصلا. پس همین ها رو باید در نظر بگیرن. یکی از سناریوهایی که خیلی محتمل اختلال در ارتباط یا اینترنت. آره. اینترنت قطع بشه. من چجوری میتونم ارتباط بگیرم؟ هیچ جوره دیگه. واتساپ بود، تلگرام بود، نمیدونم فلان بود. حتما قبل از اینکه اون اتفاق بیفته یک راه جایگزینی با مشتریانتون پیدا بکنید. راه ارتباطی رو قطع نکنید، چون ممکنه همه چیز بره رو هوا. اسناد مهمی که اگر دارید داخل شرکتتون در یک فضای امنی نگهش دارید. یعنی نمیدونم گوگل درایوش میکنید، نمیدونم یک جایی سیوش میکنید، خیلی NFT میکنن. آره، یک فضایی ایجاد بکنید ولی اسنادتون رو داشته باشید. اسناد زیرساختای ما از بین بره. خب خیلی از اینا چیزایی که الان ما داریم میگیم خیلی کلیشه‌ای به نظر میرسه شاید، ولی خب خیلی کسی هیچ وقت الان من نشنیدم تو این چند وقت این بحران ایجاد شده کسی بیاد بگه که آقا فایلای مالی و حسابداری و اسنادی که داری رو یک جای ذخیره کن. فردا هر اتفاقی برای دیتابیس این بیفته واقعا دیگه نمیشه کاری کرد. بله. فرض رو بریم زمین بانکی که اختلال توش ایجاد شد، میلیاردها تومان پول توش بوده، مردم میلیاردها تومان شاید پول داشتن. یکی از دوستان من بسیار عدد سنگین داره، فکر کنم 120 میلیارد تومان نقدینگی تو اون پول، یعنی تو اون حسابش پول داشت، قطع شده بود. لنگ 10-15 میلیون تومان پول نقد بوده این آدم. آره دیگه شو رفت دیگه. چرا؟ چون بانک به این روز فکر نکرده بوده که ممکنه که دیتابیسش هک بشه، ممکنه. البته تو کشور ما زیاد به موضوع فکر نمیشه. موضوع بعدی بحث سناریوی ناامنی جانی با فرار سرمایه انسانی. ببینید تو این دوره مهاجرت به شکل فرار ممکنه زیاد اتفاق بیفته، خیلی زیاد. خیلی از نیروهای انسانی خوب رو ما از دست خواهیم داد. بله. نیروهای خوبمون رو به خاطر همین موضوع که گفتم ناامنی جانی از دست خواهیم داد. به اینجاش باید فکر بکنیم. نیروهای کلیدی ما خواهند رفت یا به شهر دیگری یا به کشور دیگری. چیزی که باید در نظر گرفته بشه. اینایی که من نوشته بودم در قالب چند تا سناریو، البته چیزایی که شاید از دید پنهانه و ما درگیر هیجانات جنگیم و درگیر مسائلی گرانی شد فلان شد، ولی همین مسائل کوچیکی که ممکنه کوچیک هم نیستن اینها، اگر در نظر گرفته نشه مشکلات جدی ایجاد میشه. من اینها رو تیتروار گفتم، امیدوارم که اونهایی که لازمشون دارن بشنونش. ان شاء الله. خیلی مخلصم. مرسی از شما عزیز.